سلام علیکم لالا جان، خوب هستی؟ جان جو صحت خوب، خیر خیرت بخیر. قربانتون. چی خوری داری؟ این میگه جویا را پاک میکنم برادرم. ها. کارت چیه؟ چی کار با؟ اصلا نمی صفاکاری کوچه را میکنم، حدود 15 سال میشه دیگه، کار بار ندارم. بله. اینجا روزانه میم یک دو ساعت یک نیم ساعت غریبی که میکنم. ها. دیگه نانوار در خانه نیست، پدر معیوب است، چشماش مادر تکلیف قلبی داره. والله. خودم بچه کلان خانه هستم. کارگر خودت؟ 13 نفر در خانه هستیم. والله. دیگه روزگار بسیار خراب است. اینجا یک دو ساعت یک نیم ساعت پیدا میکنم، خانه این چهارراسی است. این از اونجا پیش سر فرقیرش خور خانه است، یک دشت خدا زندگی میکنم که یک هوای یخ است که دشت شمالک میزنه از طرف شو در 3 کمپل 4 کمپل هیچ گرم نمیاد. بله. خودم نمقه که میکنم شوانه یک 10 تا نان یا 15 تا نان میبرم، یک کچولو یک چیز شو که میرم، یا روغن خلاص است یا گاز خلاص است، هیچ پورا نمیتونم. بله. هر طرف که گشت اینجا را پاک میکنی باز کی پیسه میده؟ نمی خانه یک 50 روپیه 100 روپیه که میتن. روزمره نمیرم، جای نیست، این طرف مخابرات میبرم خالی میکنم در دولای کثافات. دیگه جای نیست، کاربار نیست. روزمره نمقه میکنم که یک دو ساعت یک نیم ساعت پیدا میکنم، از نمی طریق لوش باکی میکنم. بله. دیگه کار بار ندارم. در خانم که یگان چیز ضرورت میشه پاک میکنی باز؟ پاکاری میکنم، حتی این تا جمع جارو کالاشی هم کردیم در خانه مردم، تا از روی مجبوریت دیگه واسه آن ندارم. چی کنم تا اونجا برم پدر مادر از جوری ناجوری، باور به خدا که سه شب سر مادرم عملی قلبی رد درد میایه، منم پیسه ندارم که 4 تا شفاخانه استقلال رو برسانم که یک دوا و یک دارو برش بگیرم. نمک واسم میشه، سعی میکنم جگر خون میشم، اما مادر در درد زور میخوره، بعد واسم نمیکشه که تا شفاخانه ببرم که یک دوای برازو بگیرم یا یک دردش درمان کنم، چون وسیله گر دیگه کسی نیست جز خدا، دیگه امید خدا را دارم. مشکلاتم زیاد است. ما خودم 7 ماه 8 ماه زارسی میشه، کسی نبود که خدمت پدر و مادر مرا کنم. بله. در مشکلات سر دچار بودم، شبانه میامدم لوش پر که کسی نبود که کالای مرا بشه، یک گلاس چای پرتم، مادر خود مریضی. بله. نم خار برادر خورد هستن هنوز. بله. نم روزگار که میکنم شبانه میرم، باور که 8 9 شب 10 شب خانه میرم. شبانه از اینجا که منزل میکنم تا قلعه سفید 1 ساعت منزل میکنم در پیاده روی. پیاده میرم، کرایه را نمی باشه. نه اگه ما رو کرایه را کنم چی ببرم در خانه خود؟ دیگه واسه آن ندارم، نمقه میکنم که خرج خانه میکنم. مادر تکلیف قلبی داره. چشمش معیوب است، نمیبینه. 87 سالم رشستک، نمی وقتی چی که بود چرخ خورده بود چشمش. نمی جنگا. دمی جنگا چرخ خورده بود، چشمش دید نداره، روی سفید است. 87 سالم رشست. گفتی در خانه تا کالاشویی کردیم؟ کالاشویی هم کردیم که در وجود نمیجا پرسان هم میتونن، اکثریت مردم کنیم بچه چی کار بار میکنن. این 15 سال که ما تا اینی کارا را کردیم از روی مجبوریت. دیگه واسه آن ندارم. نمی واسه آنی که دارم به خاطر نفقه فامیل فرض است که ما باید پیدا کنم. کالاشویی کردیم، تا زرشویی کردیم، از خاطر شاروالی کارا را کردیم. شما هم هر چیز دیگه ثوابتان مشکلات بسیار است. دیگه واسه آن ندارم، موقعیت توانایی ندارم. سن مادر دردناک میبینم که همیشه در درد زور میزنه، اما واسه من نمیکشه که بخیزم بگویم مادر بخی 500 یا 300 پیش ماست رو پیش دکتر ببرم، یک دوایی تو درمان تو کنم. واسه ندارم، نمقشی نمی صبح 6 صبح یا 7 صبح میم تا 10 شب 11 شب کار میکنم، توانایی ندارم. چرا لالا جان؟ دیگه چاره نیست، مشکلات زیاد است. از دست ناداری آمدیم اینجا، باور که باز کساکسون من میبینم میگه چی کار میکنی جوی پاکی، میگم خدا را بازم هم شکر میکنم که نمقه میکنم به اولی قف دست خود یا 100 یک نیم ساعت ما به پدرم خود به مادر خود نان میبرم. باز کسایی که میبینه هست طرف نایا مگه چی میشه نمیمونن کار کنیم، میگه تو چی کار میکنی؟ اجازه به کار نداری. مجبور هستم خیلی من نان خانه خود در رقم پیدا نکنم، چی کار کنم؟ خدا نکرده اگه دوزی کنم خب
روز پدر مادر برام میگه نمیبخشیم بچه‌م. دو چیزا دست ما نمیشه. اینم قدر چی میتونیم که یک کار بار پاکاری کنم دیگه روز مشکلات بسیار خراب است بیادر. درس هم خواندی؟ نخواندم، مکتب دیگه خواندن نتونستم، از روی مشکلات جوری ناجوری مصارف خانه کلش در گردن خودم است. وقتی که میری که مادرکت مریض است و دست خالی میباشی چی احساس به خودت راه میاد؟ ناامید میشم، بسیار ناامید میشم. میگم من یک چیز بردن نمیتونم به مادر خود که خوشی بدم، بگم مادر این میوه ما به تو آوردیم مریض هستی. بخ که یک ذره یک صحتمند باشی. همه کسونش میبینم بسیار ناامید میشم. میگم خدا چی کنم، سعی کنم مادر به امید است که اولاد مال مدره در رضا برای من یک چیز میرسونه. اما کسون پدر میبینم، پدر میگه بچم چی کردی؟ میگم هیچ پدر 100 کار کردیم، یک 5 تا نان آوردم. اگه 5 تا نان میبرم یک گاز خلاص است یا روغن خلاص است یا رب خلاص است، چیزی رسیدگی نمیتونم. فهمیالم شاید ساعت دوستا 10 یا 10:30 بجه باشه چای صبح خوردی؟ نه نخوردیم، خدا شاهد حق است که نخوردیم. لالای مسایی که القدانش خشک است و یک چای صبح یا در روی بازار 50 افغانی کم نمیشه. میشه خونم مصارف ندارم که من چای صبح اگه اینجا بخورم فامیل چطور کنم؟ اینجا من بخورم و گشنه و تشنه در خانه نمیشه. کلگی منتظر چشم با امید است که اولاد مال یک لقمه نان در خانه میاره. بله. اگه من اون نان رو در خانه اینجا تنها بخورم، اونجا مادرم، خانم و پدرم پیچ سفید من چشم با امید است. بله. هر سنه با امید است در دروازه که حال مدره یک لقمه نان میاره. چه وقت من شوایی که میرم جگر خون بشه میگه بچم چی میکنی؟ چرا قناوخ میگم مادر مجبور هستم، کار بار نیست، روزگار خراب است. اگه من یک پیسه دال کچالو رو پیدا کنم، از گاز پیدا نمیتونم، از روغن پیدا نمیتونم. سون ما وقتی که میبینم مادر به گریان میشه، دردش تو چند میشه، میگه بچم چی کنم؟ حالا از طرف پروردگار روزگار آمده، خداوند وسیله از دربار غیب کنه، دعا همیشه وقت میکنه دیگه. جز امید پروردگار راه چاره ندارم بیادرم. هم یک جاکتک داری دیگه؟ یک جاکتم است دیگه، چیز ندارم. نمی جاکتم است. خنک بسیار شدید می باشه دیگه، طرفای هفت شوک میشه دیگه، شمال و طرفا خو بسیار زیاد از دشت خداست. بسیار فرقیرش خور خانه نیست که ما در یک جای زمین دولتی است که یک دو اتاق داره، در اون دشت زندگی میکنیم و تو سرپناه چهار دیوالی نداره، صرف اتاق است. در اونجا شب و روز خود سپری میکنیم. واسه کرای خانه نداره. شبانه از طرف گرگاویا می از کوات میشه، دل نادل می باشیم که حال سر یکی حمله میکنه، بیرون جای نداریم دیگه، که حال یکی را میخوره یا دیگه میخوره، بسیار دل نادل می باشیم. یعنی از خود ریشخور از فرقه شو طرف است؟ بیشتر فرقه ریشخور هستیم در قلعه سفید که یک دشت خداست که کل دشت ببینید الا 4 خانه یا 5 خانه باشه دیگه، هیچ خانه‌ای نیست. که من از اینجا گفتم یک ساعته که مثلا من پیاده میرم، عجله دویده میریم که باش کال ناوقت نشه. از طرف شب برم موتر خو نیست یا دیگه نیست که کس که خیر چی کنه بگه بالاشو بچیم برسانم تا نمیوردن. نمو تو پیاده میریم، دست پای لرزیده، نه صندلی ماندیم نه چری ماندیم، هیچ چیز خدا نماندیم، چون که وسایلش ندارم که من یک چیز در خانه خود بانم که نمی خانه ما گرم شه. زیادتر چی رنج میته خودت؟ بیشترم نمی فقر غریبی بسیار چی که من طرف مادر پدر خود میبینم که درد داره، ناجوری زیاد است، تداویش نمیتونم، یک میوه یک چیز برش بردن نمیتونم در خانه که من بگم پدر اینی چیز بر شما آوردیم، دل پدر مادر ما خوش بگه برو بچم خیر ببین، خدا دنیای تو خوب کنه. همیشه بسیار ناامید میشم که پدر مادر در او حالت میبینم. وقت در خانه مردم کار میکنی که زندگیشان خوب است و از اونا میبینم واقعتش زیاد سعی میکنم، میگم سعی که خدایا هر کسی به هر چیز دادی، اما روزگار مرا سعی که در اینجا کار میکنم دیگه میکنم، اما واسه توان ندارم. باز خانه که کار میکنم واقعا اکثریت مردم است که اگه نه 5 دقیقه کارش دال بخوره میگه تو روزا بیگاه میکنی، چون که مجبور هستم اگه کارش پاک نکنم سبا مرا نمیطلبه، مجبور میکنم نم کار از رو پاک کنم یا دیگه کنم. در این ساحه در کجا کار کردی؟ اینمی کارتچار نمیست 15 سال است که من این سرک کارتچار از راوی بلخی اینجا هم کار کردی؟ کلش کار کردم. اقدامی خانه رم زیادتر بلاکارم پاکاریشان هم میکردم. شیشه پاکی هم کردیم. بله. حالا مردم ترسنده شده که اعتبار نمیکنه، روزگار مردم هم خراب است. وقتی کار باشه خب مردم جیبش پر باشه یک چیز دست مرم میگیره. وقتی که میبینه روزگار خراب است هیچ کس سال نمیتونه که یک درپی یک 20 روپیه بگه بچه من یک چند تا نان دخانید به پدر مادرت ببر. بازی چیزاکای تا کجا میمونی؟ ایره پیش چی میمونم در گولی میمونم در کارت 4 است. اونجا شوانه خیر ببینن، شوانه کراچی مرا نگاه میکنن، نه سر ایوانی میگیرن نه دیگه. شب 10 بجه شب کورا میمونم، 6 صبح من پس تر قصد میزنم میگم نام کراچی ما بده.
خب حالی را پر کردی کجا میبری؟ ایره این پیش مخابرات میبرم. کدام مخابرات؟ نمی طرف چی کسته دیوری آه. سر غزنی اونجا خالیش میکنم. این دور تا دیگه اونجا؟ جای ندارم. آه. چون شاروالی کل دلار برداشته شرکت ها اینجا بر آمده. آه. اجازه کار به ما نمیده. شما بگیری که اگر در لب سر کثافات پرتی میگه تو چی گفتالوش آوردی؟ آه. حق لوش نداری برش موتر بگی. آه. مگه بر از اون موتر بگیرم مگه هوایی داشته باشم. پس چی کنم که دیگه کار کنم؟ یک بله. کار دیگه باید کنم. دیگه نمی بیادر روزگارم بسیار خراب است. مشکلات عوام زیاد خیلی دارم. دوستا سرد است واقعا گوشای ما را یخ زده آفرینی لالا که صبح چند بجه میایید؟ 6 صبح میم تا 8 9 شب 10 شب ما کار میکنم. از همی 6 صبح تا 10 شب مثلا که خوب کارت شود چند میشه؟ نهایتش حال دروغ گفتن تاریکی ایمان است. بله. 300 3.5 ساعت که نم زیاد نم زحمت سختی رم در سر بگیرم 3.5 ساعت الان زیاد بمروز پاک کنم یک جویا. آه. شاید دمی جوی مرا 1.5 ساعت یا 2 ساعت بده. بیشتر مکمل نمیده. پاک کنی. مکمل قفا زیر برش تو بکشم. وقت هم میشه که دو روز در یک جای کار کرده باشی مثلا؟ تو وقت میشه درست کار کردیم به خاطر که نایم میدوانیم ما وستوان ندارم. بله. این کار که من مثل که میکنم به دوزی واره میکنم. اگر نکنم تو پس میمونم در خانه خود چی ببرم. اگر $1 سرم بند میکنه یا میرم طرف سر غزنی مندازمش $1 یا پیش مخابرات مندازم. دیگه چاره ندارم. اگر من این رقم کار نکنم پدر مادر با امید است که اولاد مادر یک لقمه نان میرم. شاید دست خالی برم پدر مادر کلگی مایوس میشن. میگه چی کردی بچم؟ چی گفته بکنم؟ سعی کنم چیز کردن نمیتونم. واسه نمیکشه که برشون بگیم پدر این لقمه نان ما بر شما آوردیم بشینیم که دوای هم بخوریم یا تر یا خشک. دیگه واسه توان ندارم. نمک توانیم میشه که نمی کارو باره میکنم. اگه ایره نکنی هم اگه دیگه گوش نمیمونم. چی کنم دیگه جای کار ندارم بار ندارم. خب در اونجا وقتی که مریض میشه شو باشه چی رقم میکنی؟ مجبور از دیگه درد تحمل کنی؟ درد تحمل کنی. شوانه که به خدا پریش بود که مریض بود سرش حمله قلبی آمده بود. قلبش در یک سیخ زدن بود. میگفت قلبم میترقه. رشته عصبی است تکلیف عصبی داره تکلیف قلبی داره. بله. شوانه که میشه از دست چی بر من گفتن نمیتونه که بچه من درد دارم. سر قلب خود دست خودم میگیره در گریان میشم. در او حالت باز برای خود چی رخ میده؟ رنج میبینم. تمام ساعت رنج میبینم. میگم خدایا اگه مادرم خدا نکرده بمره در این سنه من نه پیسه دارم خدا نکرده مرگ از جانب پروردگار است. چطور کنم مرگ مردن از نه گور دارم نه کفن دارم هیچ چیز ندارم. من هم قطعانی داشته باشم مادر من یک چیز سفید بپوشانم که بردم مردم نگه که تو چی کردی؟ پدر مادر چرا رقم نگاه کردی؟ اما درد زیاد میبینم. دیگه واسه آن قدرت ندارم بسیار دیگه نم تو قلب درد بیشتر نم تو بیس شده میتونم دیگه چی کنم دیگه چاره ندارم. روزگار بسیار سخت است. خدا مهربان است. توکل ما و شما به الله خدای پاک است دیگه. توکل به خدا. خوب هموطنا شاید یکی از جوانا باشه که در این حالت قرار داره. اکثر هموطنای ما دچار همت مشکلات است و این جوانی که میگه لباس در خانه مردم میشویم به خاطر از اینکه پدر و مادرم یک امید داره یا خانواده منتظر است که بر ما نان میاره. اگر من اون کار نکنم دیگه پس همگی گوش نخواد بود دیگه چاره ندارم واسه توان ندارم. خدا نکرده من دوزی نمیخوایم کنم که وجدان خدا در اون مال دنیایی من خراب کنم. بله. مجبور هستم که این کار کنم زحمت بکشم. تمام شبینی دستار میبینی که یک درد میباشه تو بس ندارم که نمیره یک چی کنم که شوانه میریم پنجایم قرخت میمونه از دست یخ درد زیاد میکنه شدید میکنه اما نمیتونم درد به درون تیر میکنم. خدایا شکر که نمقم ما میتونم که یک لقمه نان چی کنم اما میبینم که یک چیز میگیرم دیگه چیز از پیشم خطا میخوره جوری ناجوری بسیار درد. بزرگترین آرزوی چی است؟ بهترین آرزوی من جان و جوری است از پاک پروردگار عالم. بله. که نمی زندگی خوش آرام داشته باشه همه دوستای ما هم وطنای ما. خداوند هیچ جوان ناامید نکنه دیگه کنه به آرزویش برسانه. خداوند هر جان را که از دوی روز روزگار است یک وسیله کار شود یک چی شود که یک روز روزگار شود. از این بیکاری چی بسیار درد شدید است چون که خودم بیشتر دیدیم. نمیخوایم هموطن دیگه خودم یاد دیگه در این حالت باور که اکثریت مردم که مرا دخترهایی که تیر میشه یا بچه‌های تیر میشن میگی جوانی رسای که لشپاکی از این رسای که چه رقم بوی میتی اگر شوایی که یگان شوه که مدا موتر که که سر خوردین کالایم لوش بوی میته میگه تاش بوی میته کالایت. اما مجبور میشم چرا که مکالایم بوی میته موتر همه گی عذاب هم میشه. محترمان میگه سیتار مردار میکنی
ما دیگه چی خبر که تو در چی حالت چی حال است، هستی؟ من چی کار میکنم، چی بله. مجبوریت دارم، از چی روی بر آمدیم. بله. دیگه چاره ندارم بیادرم. بیا اینمی خدا کار روزگارم مهربان است. است. دو هفته وقت نریم، هوا خیلی سرد است. بریم برادر. بیا خیر کراچی تبان. خب دوستا واقعا که هوا خیلی سرد است و ما هم مجبور شدیم که بیاییم این طرف یک دقیقه خود گرم کنیم، باز انشاءالله صحبت میکنیم. حق مرا چرا نمیدی؟ اما برش گفته نمیتونه که بیادرم کار ما خراب است، نمیخوام میکنم شب روز میگذرونم. اما برش میگم قرض داده نیستم، من کرد نیستم. که نباشه از که چی نباشه بتم چی دیگه؟ کنم؟ اگه تو مرا بندی کنی بندی خانه باشم، پدرم و مادرم چی خواد کرد؟ آه. با امید است که باش بچه من نان میارن. بالکل. ناامید میشم. تو خیر است، یک چند وقت برام حوصله کو. اگه خدا مهربان شه که یک جای وسیله شه که اگر 3 پیدا کردم یا 2 پیدا کردم کم کم برات میتم، باز میگه سر مارکت روادار نیستم. خرج ما بده یا برات خوب نمیشه. ما مجبور خب که میشم. نباشه دیگه حالا حالا چاره گردن نیست. نرم برش ماندیم. بله. باور کو که دمی 3 شب پیش آمد. گفت یا قرض ما بده یا کمپل یا قالینی چیزی که در خانه داری لچ کو برام بده. الله. ما اصلا سعی کردم گفتم بیادر تو کی مرا ببری من چی خواب کنم. چاره ندارم. قصدارا. قصدارا مال خانه تا برام بده. هم مادر که شنیده بود سرش حمله آمده بود زوف کرده بود. الله. پس که بیرون بودم یک صدا کردم گفت بچه که همین بده، گفتم چی گپ است؟ گفت بده که مادرم زوف کرده. وقتی که داخل آمدم مادرم زوف کرده، دندانای شخ مانده بود. تو عصبی که چی میشه سر زیاد فشار می دندانا قایم میشه، گلون خراس پیدا میکنه. باز چند بار که چی شد دمی شفخانه علی آباد یک شو 2 شو 3 شو 4 شو که ما بستر کرده میرم. واقعیتش میرفتم از تو چی بود کنم در پشت خانه تر قصد میزدم تاره نداشتم. نمی خانوای طالباک است. مجبور شدیم که 2 شو ما 1 شو بندی شدیم تا 3 بندیم کردم. تو دی واده شو چی میکنی؟ دوزی میکنی که در پشت خانه آمدی؟ چی پلان داری؟ اما پس برش بردیم گفتیم سعی کنیم مادر ما در شفاخانه مریض است، ما هست توان قدرت ندارم. اونجا دکترها برای ما رد نقصه میتن کی دوا را بیار به مادر. خیمه چی کنم؟ شو پشت خانه مردم رفتیم پیسه دوا را بگیر. پیسه یک دوا را کتما کمک کنه که ما زود برسونم. نمی دندانکای شخ مونده بود که 7 شب و 7 روز خدا و راستی خدا شاهد حق است که نان خوردن نمیتونست. الهی میگفت گشنه شدیم نان یک آب خوردن نمیتونست. قصدارا گفتی آمده بود قرض بگیره باز یا قالین خانه تا میبرم. هرچی که در خانه داری من در قرض خود میبرم. باز مادرکت شنیده بود زوف کرده بود. سرش حمله شدید آمده بود. باز شفخانه که بردی پیسه دوا را چی رقم کردی؟ شهانه آمدم نمیزه به نام حسین یک نفر است. گفتم بیادرم برای من یک چند پی قرض بده. کراچی خود یک 3 شب پیش گرو ماندم. 2 نفرم فعلا نمی کارت چهار است. کراچی خود برش گرو مانده بودم در 1000 افغانی که در بیل شاخی های خود. این نفر کراچی مرا گرفت گفت کراچی تا چی میکنی؟ دیگه باز کراچی تا نمیتونم قرض مرا در 3 روز دادم میتونی. گفتم بده مجبور هستم اگر ندادم کراچی ما بفروش 700 800 1000 تو رو بچت جور میکنم. کراچی ما گرو ماندیم رفتیم برای دوا گرفتیم. پشت دیگه خانم رفته پشت خانه زیاد رفتم که اکثریت مردم تا نصف شب گوزر زنگ زده که دوز است. مردم میترسه شرایط نیست که باز چی گفتی دوزه در اینجا؟ دوزه که گفتیم بیا سعی کنین مادر ما مریض است. تکلیف قلبی هم داره، فشار عصبی هم داره، سرش حمله آمده در شفخانه بستر است، از نزدیک دیده میتونه. حتی خود از این برادرای طالب آمد یک شب که دید زیاد شکی شدن مرا ولچک زدن که تو دوز هستی. که از نزدیک دیدن مادر مرا دید دل از این طالب ها برادر طالبا سوخت. 500 1000 نارم کدما کمک کردن که بچیم در وقت شب پشت خانه مردم نرو در کسی را نزن. شرایط خراب است با یک نفر کشته میشن استاد تو دمنده خانه مفت میری. اما فامیل تو به سرپرست میمونه. ما مجبور شدیم دیگه یعنی نفرای خود اوزه کردید کمک کردن. هر کسی که برای وطن خود در سویه در زبان ملیت که از کمک میکنه خدا خیرش بده. خداوند پاک حج اکبر نصیبش کنه. خداوند ایمان کامل نصیب هم میکنه. اول دیگه او کسی که ما کمک میکنه کمک پاک پروردگار کتش باشه. خداوند حق بتش که چه میکنه. کراچیگا که یک جای تسلیم کو بیاد موتر بشی تا یک جای ما خداوند خیر درست است. بخیر باشه. خب هموطنا ما کوشش میکنیم که برای لالا مقدار مواد خوراکه به کمک یکی از دوستا خریداری کنیم و برش تسلیم کنیم.
امیدوار هستیم شما هم همکاری کنین با هموطنای عزیزتان. برو جان کاکا بره. خب دوستا، قصه ها و دردا و صحبت های لالای ما را شنیدین. ما دیگه امروز به کمک یکی از هموطنای ما که یک مقدار پول روان کرده بود، قرار است که در چند برنامه برای هموطنای عزیز ما مواد خوراکی و پول نقد نظر به مشکلاتش تقدیم کنیم. از طرف الحاج عبدالحلیم احدی از جرمنی که یک مقدار پول روان کرده بود که انشاءالله بعدا باز بر شما میگیم که مجموع پولش چقدر بود و بر چند هموطن ما البته این پول کمک شده. ما امروز یک مقدار مواد خوراکی را خریداری کردیم، به ایلالای ما تقدیم میکنیم دیگه به حق از امون برادر خیر بده. خدا حاجی صاحب باز یک دعا میکنم خداوند حج اکبر نصیبش کنه. آرزوی موفقیت میکنم که همیشه کمکیت جهانیایشون که خوار غریب بیچاره و مسکین باشن. از درد ما را کسی کمک میکنه، کمک پاک پروردگار عالم کردش باشه. خداوند همیشه قبطش که جمع بتانه. خداوند خیرش بده. نمی کمک را که ما کرد باش که از این پیسه چقدر میده مونده ایران برای خودت خداوند خیرت بدرم. قربانتان، تشکر بیادر گلم. 450 افغانی هم خداوند خیرت بده. عزت پاک پروردگار باشه. قربانت بیادر. برسون دیگه بازم هموطنا اگر کسی کمک داشت ان شاء الله ام جوان خداوند خیرت بده. قربانت، تشکر بیادر. که داشتین برشان تقدیم میکنیم. این بود برنامه امروز. تا دیدار دوباره. خداوند یار و مددگارتان. سپاسگزار هستیم از حاجی صاحب تشکر. عبدالحلیم احدی که یک مقدار پول روان کرده بودن. امروز خواستیم برای جوان یک مقدار خداوند خیرشان بده. خداوند خیرشان بده. قربانتان، تشکر بیادرم. بخیر باشید. زنده باشید. قربانتان. نو یک مترک بگی بخیر بارش کن. برو بگی. همیاره کسی بگو متوجه باشم بچگک